Hello and welcome to Sarat English Academy, lesson 17. I hope you have an amazing day today. Now if you're ready, let's go ahead and get started. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به سرات انگلیش اکادمی درس 17. امیدوارم یک روز بسیار خوب و عالی داشته باشین. دوستان عزیز، خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم با یک درس کاملا کاربردی و عالی دیگه. حالا اگه آماده باشین بخیر، بسم الله الرحمن الرحیم گفته قلم و کتابچه آخر بردارین، میریم که بخیر با هم دیگه درس امروز یاد بگیریم. دوستان عزیز، و درس گذشته ما شما خواندیم که چگونه ما میتونیم با زمان آینده همراه با استفاده از be going to جمله بسازیم. ما گفتیم هر زمانی که ما خواسته باشیم که در رابطه با کارها و پلانهای قطعی و اطمینانی و 100% در رابطه با آینده صحبت کنیم، ما از زمان آینده ساده استفاده میکنیم همراه با افعال be going to. امروز میریم که ما شما طریقه سوالیه کردن و منفی کردن زمان آینده ساده همراه با be going to یاد بگیریم. یعنی از امروز به بعد شما نه تنها ای که میتونین یک جمله بسازین با زمان آینده ساده همراه با be going to، از این بعد شما میتونین که همون جملات بخیر به سوالیه هم تبدیل کنین و همچنین به منفی تبدیل کنین. یعنی شما میتونین از کس سوال کنین در رابطه با کارها و برنامه‌های کنار داره که میخواهید در آینده انجام بده. درس امروز ما شما یک درس خیلی زیاد ساده و آسان و یک درس خیلی زیاد دلچسبه. دیگه با تمام حواس بخیر، حواس شما به طرف ما باشه. میریم و درس امروز با هم دیگه شروع میکنیم. خب دوستان عزیز، در درس گذشته ما شما خوانده بودیم که هرگاه ما خواسته باشیم در زمان آینده جمله سازی کنیم و برنامه‌ها خود به آینده بیان کنیم، او برنامه‌هایی که قطعیه و ما 100% پلان داریم کنار انجام بدیم، ما می آمدیم سابجکت جمع be going to می کردیم، جمع فعل می کردیم، جمع object می کردیم. مثلا می گفتیم که I am going to Kabul on Saturday. I am going to Kabul on Saturday. من به کابل میرم روز شنبه. وقتی من میگم I'm going to Kabul on Saturday، یعنی من 100% از این رفتن خب اطمینان دارم. امروز ما میریم یاد میگیریم که چگونه امی جمله به سوالی تبدیل کنین. مثلا شما از من چگونه میتونین سوال کنین که آیا شما به کابل میری روز شنبه؟ خب دوستان عزیز، دقت کنین، هرگاه ما خواسته باشیم که یک جمله زمان آینده ساده که در از be going to باشد ما به سوالی تبدیل کنیم، خیلی زیاد آسان ما فعل to be در اول جمله قرار میدیم. اوکی؟ دوباره تکرار میکنم دوستان عزیز، هرگاه ما خواسته باشیم یک جمله زمان آینده ساده که همراه با be going to هست ما از حالت بیانیه به حالت سوالیه تبدیل کنیم، ما چه کار میکنیم دوستان عزیز؟ ما فعل to be از این که بعد از فاعل استفاده کنیم میاریم او به اول جمله استفاده میکنیم. مثلا I am going to Kabul on Saturday. I am به اینجا اول فاعله، بعد از فاعل فعل to be am استفاده شده، درست؟ I am going to Kabul on Saturday یک جمله بیانیه، یعنی من روز شنبه میرم به کابل. حالا اگه می جمله رو ما خواسته باشیم به سوالی تبدیل کنین، یعنی اگه شما از من بخواین پرسان کنین که استاد آیا شما به روز شنبه به کابل میرین، خیلی راحت دوستان عزیز اما میارین به ابتدای جمله. چی میگین؟ Am I going to Kabul on Saturday? Am I going to Kabul on Saturday? آیا من روز شنبه به کابل میروم؟ به مجرد از که دوستان عزیز جای ام ما به اول قرار میده میاریم به اول جمله، کاملا جمله ما حالت سوالیه رو بخواه میگیره، یعنی کاملا جمله ما تبدیل به سوالی میشه. I'm going to Kabul on Saturday میشه Am I going to Kabul on Saturday؟ آیا من به کابل میروم روز شنبه؟ میبینین عزیزان که انگلیسی چقدر ساده و آسانه. میریم به مثال بعدی. You are going to visit a doctor tomorrow. You are going to visit a doctor tomorrow. شما فردا قرار است که یک دکتر را ببینین. شما فردا قرار است که یک دکتر را ملاقات کنین. خب اینا اگه همین جمله رو بخوایم ما به سوالی تبدیل کنیم چی میگیم دوستان عزیز؟ همین آره، همونطور که گفتم میاریم و به ابتدای جمله قرار میدیم. فعل to be آره میاریم به ابتدای جمله قرار میدیم، میگیم Are you going to visit a doctor tomorrow? Are you going to visit a doctor tomorrow? Are you going to visit a doctor tomorrow? آیا شما فردا قرار است که یک دکتر را ملاقات کنین؟ آیا شما فردا قرار است که یک دکتر را ملاقات کنین؟
ببینید عزیزان که چقدر ساده و آسان است. تا به اینجا دیگه شما باید حال فرمول فهمیده باشیم که هرگاه ما خواسته باشیم یک جمله زمان آینده ساده با be going to از حالت بیانیه به سوالی تبدیل کنیم، ما فعل to be به ابتدای جمله قرار میدیم. حالا میریم ما شما این جمله خود هم با هم دیگه یک جا از حالت بیانیه به حالت سوالیه تبدیل میکنیم. خب این جمله ما شما هست Ali is going to ride his bike. Ali is going to ride his bike. علی قرار است که بایسکل خود را براند. میریم همین جمله ما شما با هم دیگه به سوالی تبدیل میکنیم. خب چیکار میکنیم؟ به اینجی از میاریم به ابتدای جمله. چی میگیم؟ میگیم is Ali going to ride his bike. علامت سوالیه. چقدر ساده و آسانه دوستان عزیز. از میایه به ابتدای جمله. این جمله ما از حالت بیانیه میره به حالت سوالیه. Is Ali going to ride his bike؟ آیا علی قرار است که بایسکل خود را براند؟ خب عزیزان دوباره با هم دیگه یک مرور میکنیم. طریقه سوالی کردن جملات زمان آینده ساده همراه با be going to. هرگاه ما خواسته باشیم که جملات زمان آینده ساده از حالت بیانیه به حالت سوالیه تبدیل کنیم، خیلی راحت ما فعل to be به ابتدای جمله قرار میدیم. مثلا I am going to teach you a new lesson tomorrow. I am going to teach you a new lesson tomorrow. من فردا قرار است که به شما یک درس جدید درس بدم. امیر اگه سوالی کنیم چی میگیم؟ Am I going to teach you a new lesson tomorrow؟ آیا من قرار است فردا به شما یک درس جدید را درس بدهم؟ خیلی عالی. خب این بود طریقه سوالی کردن جملات زمانه آینده ساده با be going to. اگه تا اینجا متوجه نشدین درس اثر کنین و اثر گوش بگیرین. خوبی یوتیوب همین عزیزان که هرگاه شما متوجه نمیشین خیلی راحت میتونین ویدیو را اثر کنین و 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار این ویدیو را اثر ببینین تا وقتی که متوجه میشین. اگر سوالی هم دارین تا اینجا سوال خود میتونین به بخش کامنت همین لحظه پرسان کنین. من انشالله به اسرع وقت و تمام سوالای شما عزیزان پاسخ میدم. حالا میریم ما شما طریقه منفی کردن از اینا یاد میگیریم دوستان عزیز که چگونه ما بیایم جملات زمان آینده ساده با be going to از حالت بیانیه به حالت منفی تبدیل کنیم. او هم خیلی زیاد آسان عزیزان. باشه که تخت پاک بگیرم. خب فقط یک مثال میگذارم دیگر را پاک میکنم. alright دوستان عزیز. خب هرگاه ما خواسته باشیم که یک جمله زمان آینده ساده با be going to از حالت بیانیه با حالت منفی تبدیل کنیم، مثلا I'm going to go to Kabul on Saturday، ما خیلی راحت دوستان عزیز بعد از فعل to be از کلمه not استفاده میکنیم. چی میگیم؟ میگیم I am not going to go to Kabul on Saturday. میگیم I'm not going to go to Kabul on Saturday. من روز شنبه به کابل نمیرم. Okay? I am not going to go to Kabul on Saturday. He is not going to ride his bike tomorrow. مثلا he is going to ride his bike, okay, tomorrow. He is going to ride his bike tomorrow. عمر قرار است فردا بایسکل خود را براند. حالا اگه ما خواسته باشیم این به منفی تبدیل کنیم چه کار میکنیم دوستان عزیز؟ بعد از he is یک not اضافه میکنیم. میگیم که he is not going to ride his bike tomorrow. He is not going to ride his bike tomorrow. عمر فردا قرار نیست بایسکل خود را براند. ببینید دوستان عزیز که یادگیری انگلیسی کاربردی چقدر ساده و آسان است. متاسفانه بعضی از
اساتیدی که به یوتیوب هست انگلیسی خیلی زیاد مغلق و خیلی زیاد پیچیده متاسفانه تشریح میکنه. اما دوستان عزیز انگلیسی خیلی زیاد ساده و آسانه. انگلیسی کاربردی انگلیسیه که روزانه استفاده میشه. من 10 ساله که به آمریکا زندگی میکنم و قبل از او هم دوستان عزیز من مؤسس یکی از بزرگترین مراکز آموزشی زبان انگلیسی به هرات بودم. خوشحالم که این تجربیات خود در خدمت شما عزیزان قرار بدم و به شما عزیزان خدمت کنم. دوستان عزیز یک چیز باید شما باشه که انگلیسی مهم انگلیسی کاربردیه. انگلیسی که روزانه استفاده میشه، انگلیسی که شما راه بندازه، انگلیسی که شما توسط از انگلیسی بتونین جمله سازی کنین، بتونین صحبت کنین. از همه مهمتر هدف یادگیری زبان انگلیسی اینه که شما بتونین کمیونیکیت کنین، شما بتونین یعنی صحبت کنین، یعنی ارتباط برقرار کنین. دوستان عزیز انگلیسی کسایی که میخواد به صورت تخصصی یاد بگیره اونا تافل میخونه یا آیلتس میخونه، او شاخه جدایه. اما انگلیسی کاربردی، انگلیسی که به صورت روزانه استفاده میشه، انگلیسی عادی امی هست. من هم قبل از اینکه به آمریکا بیایم فکر میکردم که وقتی آدم به آمریکا میره همه چیز باید 100% باشه، کل جملات آدم باید همیشه درست باشه، تمام لغات شما باید 100% صحیح تلفظ کنین. اما او رقم نیه دوستان عزیز. شماهایی هم که تا حال این درس‌ها تعقیب کردین، حال دیگه خیلی راحت باید بتونین جمله سازی کنین، خیلی راحت باید بتونین تا به اینجی مشکلات خود به زبان انگلیسی حل کنین دوستان عزیز. و اگر شما در یک کشور زندگی میکنین که به اونجا زبان اصلی از انگلیسیه، خیلی راحت، خیلی زیاد با دل جرأت شما باید هر جا که میرین اما چیزی که یاد دارین بیان کنین. هیچ وقت از قضاوت کردن نترسین. هیچ وقت فکر نکنین که ما اگر جمله رو بگویم شاید جمله اشتباه باشه، شاید دو طرف دیگه بس بالام خنده کنه یا مسخره کنه. نه دوستان عزیز، به کشورهای جهان اول این گپا نیه. کسی قضاوت نمیکنه و خیلی زیاد این شما کمک میکنه که شما چیزی که یاد دارین به کار بگیرین و از استفاده کنین. یکی از شاگردان هیچ وقت از یاد نمیره، انگلیسی هم خیلی زیاد خوب بود اما هیچ وقت جرأت نداشت که صحبت کنه. اما وقتی من لغات از پرسان میکردم همیشه لغات یاد داشت، وقتی گرامرار پرسان میکردم همیشه تعریف و جمله بندی و جمله سازی همیشه یاد داشت. اما به بخش اسپیکینگ همیشه مشکل داشت. خب یک روز من او رو به اداره خواستم و گفتم که شما لغات یاد دارین، گرامر یاد دارین، جمله سازی یاد دارین، پس چرا صحبت کردن نمیتونین؟ چرا صحبت نمیکنین؟ گفت استاد باش که من انگلیسی رو خوب یاد بگیرم، بعد از اون باز میخوایم صحبت کنم. در صورتی که همچین چیزی اصلا وجود نداره عزیزان. تا زمانی که شما چیزهایی که روزانه یاد میگیرین تمرین نکنین، پرکتیس نکنین، عملی استفاده نکنین، هیچ وقت شما انگلیسی خیلی خوب یاد نمیگیرین. چیزی به نام انگلیسی خیلی خوب وجود نداره دوستان عزیز. من همکارای آمریکایی می لغات انگلیسی هست که اونا خود اینا معنی نمیفهمن. لازم نیه که شما معنی تمام لغات بفهمین عزیزان. انگلیسی کاربردی دوباره تکرار میکنم به خاطر کمیونیکیشن و ارتباط برقرار کردن استفاده میشه و هدف ما هم همینه دوستان عزیز که انگلیسی رو به زبان ساده و بسیار آسان و کاربردی به شما از آن تدریس کنم. شماها هم به زودترین فرصت بخیر مشکلات خود به انگلیسی حل کنین و شروع کنین به صحبت کردن زبان انگلیسی. خب دوستان عزیز، درس ما شما امروز همین قدر بود. کارخانگی شما اینه که شما در جمله زمان آینده ساده از حالت بیانیه به سوالیه تبدیل کنین و از حالت سوالیه به حالت منفی تبدیل کنین. به زودی دوستان عزیز من یک صفحه فیسبوکی هم به کانال ما شما درست میکنم که شما کارخانگی آخر به صفحه فیسبوک روزانه به من روان کنین که من از اون طریق بتونم چک کنم. دوستان عزیز این درس ها با دوستای خود شریک کنین، این درس ها با کسایی شریک کنین که فکر میکنین که نیاز به این درس ها دارن تا شما هم به این ثواب جاریه شریک شوین. تا ای که من دوباره در خدمت شما قرار میگیرم راستی word of the day فراموش نکنم قبل از اینکه خداحافظی کنم. word of the day یا جمله امروز ما شما هست optimistic. optimistic دوستان عزیز این با اول کتابچه خود یادداشت بگیرین. O-P-T-I-M-I-S-T-I-C optimistic. 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 optimistic یعنی خوشبین. optimistic یعنی خوشبین، یعنی کسی که در تمام امور، در تمام کارها همیشه خوشبینه، یک دید مثبت داره میشه optimistic. اوکی، این بود از word of the day. دیگه حالا وقت خداحافظیه. دوستان عزیز درس آخر کار کنین، درس آخر تمرین کنین، جملات کاربردی رو استفاده کنین در عمل و اگه سوالی هم دارین به بخش کامنت به من کامنت کنین.
تا یک ویدیوی دیگه و درس دیگه که من دوباره در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خداحافظ.